سلام و درودی به پایان به یکایک شما بینندگان عزیز و تشکر میکنم به شما که ما را پیگیری میکنید. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. حالا برنامه را از نامگویی موضوعهای امروزه آغاز میکنیم. اعتراض مردم پیشوا را بیرون کشید و شمار گرفتاران کرونا ویروس هم افشا شد. زندانیان سیاسی را از تماس تلفنی با پیوندانشان محروم کرده اند. تاجیکیر به مسکو چرا رفت؟ برای آوردن مهاجران و یا جنازه اصلزادگان. عبدالقادر زاده میگوید نماز عید نخوانید. علمای دین میگویند در خانه آیله بخوانید هم میشود. اعتراض گسترده چند روز اخیر مردم پیشوا را بیرون کشید و او نخواسته شمار بیماران را افشا کرد. شدت ناراضیت مردم از عملکرد حکومت و رهبری آن امامعلی رحمان رئیس جمهور را مجبور کرد پس از یک ماه پنهانشوی در پناهگاه بیرون آمده نزد دستگاه‌های نواربرداری قد علم کند. امروز امامعلی رحمان ناگهان از پنهانگاهش خارج شد و همراه با پسرش که او هم در نزدیک به 2 ماه همگی یک بار به چشم خورده بود از فعالیت یک قطار انشاءات تعیینات ساحه تندرستی کشور در شهر دوشنبه پدر و پسر شناس شدند. این خبر را دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور رسانه‌ای کرد. البته دیدن کردن با نقاب از انشاءات نوساخته که هنوز هیچ بیمار در آن حضور ندارد رفتن به نزد بیمار در بیمارخانه نیست. در بیمارخانه که بیمار ندارد چی میکابی؟ شاید تا او بیمارخانه به استفاده دادن کرونا ویروس از بین رود. چقدر کشورهای جهان از کرانتین برآمدند تو نو بیمارخانه خالی رفته میکابی؟ اما برای امامعلی رحمان همین هم قهرمانی است. رئیس جمهوران کشورهای دیگر بیماران را رفته خبر میگیرند، رئیس جمهوری ما بیمارخانه خالی را. همین هم قهرمانی است برایش. نفری که قریب 2 ماه در پناهگاه پنهان شده بود همین قدر جرأت داشته میتواند. البته جرأت نامیدن این همین سفری کاری سرور دولت در شهر دوشنبه چندان صحیح نیست. بهتر است آن ترس نامیده شود. ترسی از دست دادن قدرت. امکان ندارد که امامعلی رحمان از آن روحیه شدید اعتراضی که در شبکه‌های اجتماعی با سرعت رشد می‌کند از راهبندی مردم خراسان و از دعوت رهبر مخالفان برای کنار زدنش قدرت بیخبر باشد. گرفتاری به کرونا ویروس با در نظر داشت سن و سال و بسته بیماری هایی که امامعلی رحمان دارد خیلی خطرناک است. اما قیام مردم و انقلاب به مراتب خطرناکتر از آن است. شانس گرفتاری به بیماری با در نظر داشت تدبیرهای احتیاطی که برای نفران مثل امامعلی رحمان می اندیشند خیلی ناچیز است. اما شانس از دست دادن قدرت در حال ادامه و شدت گرفتن روحیه اعتراضی خیلی بزرگ می باشد. اگر حتی خودش هم به کرونا ویروس گرفتار شد خطر برای جان خودش است و حداقل خانواده بزرگش سالم می ماند. اما در صورت قیام مردم بایگری 28 سال جمع کردهش و حیات تمام خانوادهش در خطر می افتد. این است که رئیس جمهور مجبور شد سرش را از سوراخ بیرون آورد. امامعلی رحمان همچنین از تریوک های قدیمیش استفاده کرد. در ملاقات با رهبران و کارمندان ساحه تندرستی خبر داد در صورت حساب مخصوص که در وزارت مالیه تأسیس یافته است 11 میلیون سامانی وارد شده است و گفت که برای حل مسئله های بی تأخیر مبلغ های اولین از حساب بودجه دولتی و فاند ذخیروی پرزیدنت کشور جدا کرده شدند که
تا به امروز برای خریداری تجهیزات و اشیای ضروری طبی و داروواری صرف شده ایستاده اند. امام علی رحمان تاکید کرد که استفاده مبلغ‌ها تحت نظارت قطعی قرار دارد، یعنی گویا به شکایت‌ها درباره دزدی کمک‌ها پاسخ گفت و خاطر رسان کرد که وضع را زیر نظارت دارد. از این می‌باید به گوشش رسیدند که مردم گفته ایستادند شما دزدید. اما شکایت مردم از این کمک‌های داخلی نبوده، از کمک‌های پولی و محصولاتی است که از خارج وارد می‌شوند. تا حال حکومت کمترین حسابات در این باره نداده است و معلوم نیست میلیون‌ها دلار کشورها و اینستیتوت‌های مالیوی که حجمشان از 100 میلیون دلار هم عبور کرده است، 5000 اردی قزاقستان و دیگر کمک‌های کشور و سازمان‌ها کجا شدند؟ یگانه معلوماتی که درباره آن کمک‌های از خارج آمده تا حال رسانه‌ای شده است این می باشد که قسمتی را شمس الله صاحبوف داماد رئیس جمهور و قسمتی را رستم امام علی از نام شرکت‌های خود به بیمارخانه ها فرستادند و باید گویم که قسمت بسیار کوچکش را باقی مانده جا شدند. این که انتقادهای مخالفین و دعوت به سرنگونسازی امام علی رحمان، اعتراض مردم خراسان و تشدید ناراضگی ها در شبکه‌های اجتماعی توانست گم پیشوا را از پناهگاهش بیرون کشد، گواه آن است که تقدیر ملت تا هنوز در دست خودش است. تماشابینان گرامی جدی اهمیت دهید. شما ملت توانستید که پیشوا را از لانه اش از پناهگاهش بیرون کشید. این شانس در شما هست که تقدیر خود را خود حل کنید. بیشتر شدن اعتراض ها می تواند حکومت را مجبور کند درباره کمک های خارجی هم حسابات دهد، به داد بیماران و طبیبان برسد، دزدی کمک ها و غارت مردم را بس کند و حتی به غارت مردم از طرف عائله رئیس جمهور در سیمای ایرس، فراس و ده ها شرکت دیگر خاتمه دهد. زمانی که حکومت دست گدایی به خارج و داخل دراز کرده است، به همه کشورها رئیس جمهور زنگ میزند الا کمک کن، الا خیریتی، الا صدقتی. اما تا هنوز ایرس، شرکت ایرس، همان شرکتی که راه دوشنبه خوجند را پولکی کرده است، شرکت فراز، همان شرکتی که تمام زیست زندگی مردم تاجیکستان را زیر کنترل دارد و مجبور کرده است که هر شهروند تاجیکستان به هر یک قدمش به این شرکت فراز پول پرداخت کند. و دیگر شرکت های عائلوی مثل ایرس و فراز غارت مردم را ادامه می دهند. تنها درآمد یک ساله ایرس از راهی که غیر قانونی پولکی کرده است بیشتر از تمام کمک های خارجی است که از خارج تا امروز به تاجیکستان وارد شده است و برداشتن آن از راه اساسی کشور، یعنی همین شرکت ایرس از راه خوجند دوشنبه دفع شود، حدودی 100 میلیون دلار در یک سال به مردم کمک میکند. پول مردم را نمیگیری، همین کمک بس است. 100 میلیون دلار مردم فایده میکند. باری اول در چند سال آخر حکومت تاجیکستان دیروز به ضرر دیدگان از سیل در خراسان کمک چشم رسه در شکل 42 تن محصولات خوراکی و همچنین مصالح ساختمانی فرستاد. قبلا این گونه کمک ها با چند کیلو آرد و 4-5 لیتر روغن آن هم از حساب صاحبکاران خیرها خلاصه می شدند. خیر بلا بپسش. تماشابینان گرامی، این دفعه ظهور امام علی رحمان یک سری
با تمام کوشش پنهان کرده ایستاده حکومتش را فاش کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور ناخواسته معلوماتی را نشر کرد که ظاهراً برای خود رئیس جمهور پیش بینی شده بود. اهمیت دید که دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور چه نوشته است. مورد ذکر است که عین حال در شهر دوشنبه بیش از 30 بیمارخانه با 5284 کت، تکرار میکنم، با 5284 کت و بیش از 5390 نفر طبیب و کارمندان ساحه طبی به بیماران گرفتاران کرونا ویروس خدمت می‌رساند. اعتراف وجود 5284 بیمار، گفتن 5284 کت، یعنی در آنجا 5284 بیمار تنها در بیمارخانه های پایتخت، در حال است که مقامات دعوا دارند در تمام کشور تا حال 2140 نفر گرفتاران این بیماری به قید گرفته شدند. در خود شهر دوشنبه زیاده از 5000 نفر اینها اعلام میکنند که در تمام تاجیکستان 2000 بیشتر. با در نظر داشته اینکه به بیمارخانه ها تنها بیماران حالشان وزنین را قبول میکنند، حتی تصور کردن این که شمار عمومی بیماران در پایتخت چقدر است مشکل می باشد. شمار بیماران در تمام کشور را نیز می توان از ادامه گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیدا کرد. گوش کنید. دفتر مطبوعاتی می نویسد طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، عین حال در 85 بیمارخانه جمهوری زیاده از 7500 طبیب و 25000 کارمند میانه طب سفربر شده‌اند. یعنی 32500 نفر در تمام کشور. اگر تناسب بیماران و طبیبان با دوشنبه مقایسه شود، پس در بیمارخانه های کشور بیش از 30,000 نفر گرفتار کووید 19 بستری اند. این تنها از روی گزارش دفتر رئیس جمهور. از تمام کشور اکنون خبرها رسانه‌ای میشوند که نه تنها در بیمارخانه ها بیماران وضعشان وخیم را راه بدهند، بلکه بیشتری بیماران ترجیح دهند خود را در خانه طبابت کنند. یعنی شمار عمومی بیماران میتواند 10 برابر بیشتر از آنهایی باشد که در بیمارخانه بستری اند. افشاگری دفتری مطبوعاتی رئیس جمهور با این تمام نمی شود. در ادامه گفته می شود غیر از این در مؤسسه های کمک اولیه طبی و سانیتری جمهوری 7600 طبیب و زیاده از 24000 کارمند میانه ساحه طب با مقصد دریافت، پیشگیری و رسانیدن کمک اولیه به مردم خدمت می رسانند. اکنون جای دیگر غیر از این دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور ببینید چی نوشته است. در اساس دستور رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت به طور علاوه یک چند بیمارخانه موقتی برای زیاده از 3200 کت بهر طبابت گرفتاران کووید 19 با فراهم آوردن همه شرایط ضروری، علل خصوص با جلب متخصصان ورزیده و صاحب تجربه، تأمین تجهیزات طبی بلندصفت و داروری تشکیل کرده شده است. در همین حال یک طبیب مؤسسه کمک اولیه طبی قبلا به پیام نوشته بود که هر روز حداقل 20 بیمار را قبول و معاینه می کند. اکنون خودتان خلاصه کنید که 7600 طبیب و زیاده از 24000 کارمند میانه ساحه طب را به 20 نفری نه به 5 نفری گرفتاران ضرب زنید، حساب گرفتاران به کرونا ویروس چقدر می شود؟ رنگ بین و حال پرس گفتند.
اطراف حساب این گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور اندیشیده به حال حکومت امروزه و رهبریت آن خیلی رحمم اومد. ببینید این بیچارگان برای در قبضه نگاه داشتن منصب چی کارهایی نمی کنند. بیهوده در مقال خلقی نمی گفتند که ای نفس تو سگ و من سگبان، از پشتک تو من همیشه سرگردان. حالا از چند خبر و رویدادهای دیگر همکارم صفیه واحدова به شما گزارش می‌دهد. خشاوندان زندانیان سیاسی در تاجیکستان میگویند به آنان اجازه تماس تلفنی با بستگان زندانیانشان داده نمی‌شود. طور خبرگزاری پارس تودی با نقل از تاپ تیجی اطلاع می‌دهد ایده از زندانیان سیاسی از جمله اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتند که به آنان اجازه تماس تلفنی را نمی‌دهند. از جمله ساورینیسا جورابک و همسری محمد علی حییتوف عضو ارشد به زندان ابد محکوم شده حزب نهضت اسلامی اعلام کرده است که مدیریت بازداشتگاه شماره 1 شهر دوشنبه به وی گفتند که تماس تلفنی با افرادی که در بازداشتگاه هستند ممنوع می باشد. بر اساس قوانین تاجیکستان افرادی به زندان ابد محکوم شده در بازداشتگاه موقت نگهداری می شوند که با گسترش ویروس کرونا نزدیکان آنان به شدت نگران وضع سلامتی بستگان خویش می باشند. همچنین لطفالله سیفالله زاده پسر حکمتالله سیفالله زاده دیگر عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است که از وضع سلامتی پدرش که 70 ساله است و از بیماری قلب و فشار خون بالا رنج میبرد نگران میباشد. این هم در حال است چند پیش منصور جان عمرов سردار ریاست زندانهای تاجیکستان به رادیوی آزادی گفته بود که امکان تماس تلفنی میان زندانیان و اعضای خانواده‌های آنان را در شرایط گسترش کرونا فراهم کردند و فضای نگهداری این افراد در مقایسه با بیرون به مراتب امن‌تر است. هواپیمای شرکت تاجیک ایر صبح امروز 213 نفر مهاجران تاجیکی خارج شده، اینچنین 28 جسد شهروندانی با سبب‌های گوناگون در روسیه هلاک شده را از مسکو به دوشنبه آورد. طور وزارت کارهای خارجی جمهوری خبر می‌دهد 213 شهروند تاجیکستان در مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی قرار داشتند. طبق منبع خبر با این پرواز اینچنین مواد داروواری و محافظتی با شمول داروهای ضد ویروسی، نقاب‌های طبی، دستپوش‌ها و عینک‌های طبی از حساب هموطنان سخاوتپیشه مقیم روسیه به تاجیکستان تحویل داده شد. گفته می شود تصمیم گرفته شده است که نقشه تدریجاً و مرحله به مرحله با راه‌های هوایی و زمینی به وطن برگردانیدن شهروندانی که به علت همه‌گیری کووید 19 در خارج درماندند عملی گردد. همزمان تاکید می شود که روند بازگردانیدن شهروندان از خارج به وطن به فراهم آورده شدن شرایط لازم از جمله آماده بودن جایهای کافی برای کرانتین یا مراقبت طبی آنها در تاجیکستان وابسته خواهد بود. در همین حال خبرگزاری آزیا پلوس می نویسد که در وزارت تندرستی جمهوری به خبرگزاری بابت در کجا به کرانتین جایگیر کردن شهروندانی به وطن بازگشته معلومات ندادند. 2 روز پیش روز دوشنبه 18 می یک منبع از حکومت تاجیکستان به رادیوی پیام خبر داده بود که داماد شیرعلی خیراللهیف سابق وزیر دفاع تاجیکستان در مسکو به هلاکت رسیده است. روزهای نزدیک باید یک هواپیما برای آوردن جسد داماد شیرعلی خیراللهیف به مسکو پرواز کند. راست آمدن پرواز هواپیمای شرکت تاجیک ایر 19 به 20 می با این خبری به ما رسیده تصادف است یا واقعیت دارد و پیام میسر نشد که تایید کند. ظهر امروز 20 می محمد شاهزاده حمیدالله غیرتشاه رئیس ناحیه تاجیک‌آباد در خانه پدرش در دهه نوشار پایان در سن 50 سالگی از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش محمد شاهزاده 3-4 روز باز از سرفه و نفس‌تنگی رنج می‌کشید و در خانه طبابت می‌گرفت. روز 20 می از ناحیه رشت برای معاینه حمیدالله محمد شاهزاده طبیبان را دعوت کردند ولی الکی دیر شده بود. در این باره سامانه اخبار اطلاع داده نوشت در تاجیک‌آباد از مردم خواهش کردند
که برای بیان تعزیه به خانه رئیس ناحیه نروند. همچنین گفتند که مراسم نماز جنازه و دفن حمیدالله محمد شاهزاده با اشتراک تعداد خردی آدمان دایر خواهد شد. گفتنی است محمد شاهزاده از 23 نوامبر سال 2018 رئیس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد تعیین شده بود. رئیس ناحیه تاجیک‌آباد تا امروز بلندپایه‌ترین منصبدار رسمی حکومت تاجیکستان است که قربانی اوج پنومونیا و کرونا ویروس شد. قبلا درباره درگذشت چند منصبداری سابق از جمله معاون سابق سروزیر گنرال لیتنانت عبدالرحمن عظیمов، معاون سابق وزیر مدافع گنرال مایور عبدالنظر عبدالحسنов، وزیر سابق امنیت سید انور کمالov گزارش شده بود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مصلحت داد که مسلمانان روسیه با توصیه خادمان دین عید رمضان را در خانه‌هایشان جشن گیرند. این گفته‌ها را پوتین ضمن مشورت با رهبریت داغستان و نمایندگان جامعه اظهار نموده گفت: من آگاهم که در داغستان به این عید چگونه مناسبت دارند و رسم و آیین‌ها را گرامی می‌دارند. این را هم می‌دانم که خادمان دین دعوت دارند که در زمان حاضر این عید در خانه‌ها جشن گرفته شود، از عبادت‌های دست جمعانه، عنعنه‌های یکجا جمع شدن با دوستان و معرکه‌های سرازدحام خودداری شود. امیدوارم که توصیه‌های خادمان معروف دین صرف نظر نمی‌شوند. در روسیه عید امسال به روز 24 می راست می‌آید. در این ایام ویروس کرونا در روسیه در اوج گسترش است. از روی شمار سرایت یافتگان داغستان در جای پنجم در روسیه قرار دارد. در منطقه 3,500 نفر بیماران و 29 کسی فوت دیده ثبت شده است. در همین حال وزیر تندرستی داغستان جمال الدین حاجی ابراهیمov قبلا خبر داده بود که از بیماری کووید 19 در منطقه 40 طبیب فوت دیدند. همگی در روسیه 291,000 سرایت یافتگان به قید گرفته شده 2,700 نفر فوت دیدند. شبانه روز اخیر 8,900 حالت نوی سرایت به قید گرفته شد. در همین حال در تاجیکستان نیز نماز عید رمضان برگزار نمی شود. همین طور نماز طریق آنلاین نیز دایر نمی گردد. زیرا به گفته شورای علمای کشور آن به شریعت حنفی مخالف است. اما اسلام دین سعید دینشناس تاجیک به پیام گفت: اگرچه در مورد بدون جماعت خواندن نماز عید بین مذاهب اختلاف‌های وجود دارد، ولی در چنین حالت‌ها با تکیه به اثری که از انس ابن مالک نقل شده است، امام در حالتی با جماعت همراه امام نرسیدن نماز عید را در خانه با خانواده‌شان می‌گذارید. اسلام دین سعید تاکید کرد که خطبه عید خواندن در نماز عید در این حالت ضرورت ندارد. وقت نماز عید همان وقت نماز ظهر یعنی چاشت است. نماز همان گونه‌ای که با جماعت برگزار کرده می شود خوانده شود. قرار است روزهای نزدیک رئیس جمهوری اوکراین قراری را امضا کند که طبق آن دو عید بزرگی مسلمانان، عید فطر و عید قربان، عیدهای دولتی در این کشور اعلان می شوند. در این باره РБК اوکراین خبر داده نوشت که رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در روز خاطره قتل عام تاتارهای قریم اعلان کرد دو عید بزرگ مسلمانان در اوکراین دولتی می شوند. این بشارت را زلنسکی ضمن واخوریش با نمایندگان تاتارهای قریم داده است. گفتنی است دیروز 18 می در اوکراین به خاطر تاتارهایی که سال 1944 ضمن استرداد از قریم جان باختند روزی ماتم بود. رئیس جمهوری اوکراین گفت آن روز دور نیست که تاتارها و اوکراینی‌ها به خانه‌شان در نیم جزیره قریم بازگردند. به نهایت برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز رسیدیم. برنامه‌های دیگری ما را در رادیوی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. خدا حافظ. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net